با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عزیزایی که داریم ویدیو رو تماشا میکنیم. امیدوارم هر جا که هستین شاد و موفق باشین. دوستا، در یک آموزش با تعمیر یک انورتر خدمت شما هستم و این انورتری که شما مشاهده میکنین بحث میکنیم که چی ایرادی داره و به چه شکل میتونه درست بشه. ولی در اول برای شما وعده میدم که تا آخر ویدیو اگر ویدیو ما تماشا بکنین حتما کل ساختار انورترها بلد بشین و یاد بگیرین تا اگر انورتر خراب بشه خود شما در خانه هم حتی بتونین روی تعمیر بکنین. وسایلی هم که شما به خاطر تعمیر یک انورتر لازم دارین مسائل خیلی زیادی نیست. حتما به خاطر تعمیر در داخل خانه شما باید مولتی متر داشته باشین، هویه داشته باشین و چیز خیلی خاصی نماید، فقط هویه باشه و مثلا یک دونه مولتی متر برای شما کافیه در ابتدا. و ای که بریم سراغ خود آموزش. عزیزان، من در ابتدا برای شما بگم که انورترها رو در داخل بازار به دو دستن. یک انورترهایی که سویچینگن و کلا بردن، یعنی قطعات الکترونیکی دارن و مثلا فاقد ترانس‌های خیلی بزرگ یا سیمپیچ‌های خیلی بزرگن. ولی انورتری که شما در دست می‌بینین این انورتر که هست این انورتر ترانسیه، یعنی کلا با ترانس کار میکنه و بعد که باز کردن و این رو چک کردین با هم توضیح میدم به چه شکل این کار میکنه. خب در قدم اول دوستان خدمت شما عزیزا بیان بکنم که ما در این قسمت انورتری که داریم وقتی به برق اصلی وصل میکنیم و برق اسیر وصل میکنیم، برق شهری، این انورتر برق 220 تبدیل به برق باتری همون 12 ولت میکنه و وقتی برق باتری شما برای ازی وصل بکنید و برق 12 ولت تغذیه 12 ولت برای وصل بکنید، این باید از این قسمت برای شما خروجی برق شهری بده. ولی مشکلی که دارم در این قسمت عزیزا بیان میکنم، دقت داشته باشین. خب می به برق وصل میکنم و چون که خواستم مشکلی رو بفهمم یا ایرادی که داره پیدا بکنین، دوستان مولتی متر حتما باید به روی خود برق یا آرم خود دیسی قرار بدین، ولتاژ دیسی، و کار با مولتی متر حتما باید بلد باشین. اگر بلد نیست میتونین ویدیوهای ما رو دنبال بکنین یا کار با مولتی متر یاد بگیرین. خب بعد این که این به روی ولتاژ دیسی تنظیم کردم، در این قسمت قطب مثبت به مثبت و منفی هم به منفی وصل میکنم و خود انورتر به برق متصل میکنم. خب متوجه اومتر باشین دوستا. وقتی می برو اومتر وصل کردم در این قسمت میبینین که فعلا این ولتاژ نمیده، یعنی حتی لامپ هم در این قسمت روشن نمیشه. همچنان این در این قسمت ولت لو کار میکنه، نه کلا عمل نمیکنه. دلیلی که من به سرعت دیده وصل میکنم به برق قطع میکنم فقط به خاطر اینه که این همزمان وقتی میل وصل میکنم یک بوی خیلی بدی هم از داخلی و داره بیرون میشه. خب چون یک سری قطعات داخل زی سوخته و مدار هنوز قطع نشده، به خاطر هر چی به برق وصل باشه قطعات بیشتر میشه تخریب بشه و خراب بشه. خب میریم با هم دوستای باز میکنیم. باز کردم در این قسمت باید یک بار انورتر به برق دیسی متصل بکنین و نگاه بکنین که به برق دیسی به چه شکل کار میکنه. به این خاطر حتما باید قطب مثبت به مثبت و منفی به منفی وصل بکنین. دوستا اولین کاری که میکنین حتما باید قبلی که برین سراغ اومتر رو تست کردن قطعات باید یک بار خود مدار بررسی بکنین که آیا از مدار چیزی به صورت ظاهری نسوخته باشه و خراب نشده باشه. اگر همچنین چیزی رو ندیدین بعد میتونین با اومتر قطعات تست بکنین. دوستان اولین کاری که انجام میدم اینه که باید ماسفت ها رو دو عدد ماسفت در این قسمت باید ماسفت ها جدا بکنم و تست بکنم که آیا سالم هستن یا نه، چون احتمالی که ماسفت ها زیاد خراب بشن خیلی زیاده در این قسمت و همه کار برمیگرده به خود ماسفت ها. نگاه بکنید در این قسمت هم بردی که ساخته شده به شکلی درست نشده که وقتی شما مدار برعکس وصل بکنین برد خراب نشه و به این خاطر احتمال داره که برعکس
وصل کرده باشن و ماسفت ها سوخته باشه. خب من یک بار اینا رو باز میکنم و بعد اون تست میکنم. یکی ماسفت رو از داخل مدار خارج کردم، در این قسمت رو تست میکنم. تست ماسفتون به شکلیه که باید به یک پای راه بده و یک پای راه نده. یک پای برعکس. خب خب دوستا، بعد که 2 عدد ماسفت جدید گرفتین با همون رو تست میکنین. یک بار نگاه بکنین دوستا. در این قسمت ببینین اتصال کوتاه داره و در این پایه گیت هیچ اتصالی نداره. همچنین در این قسمت نگاه کنین، هیچ شارژ گرفته فعلا. و وقتی شما یک بار انگشت خوبی وصل بکنین، او شارژ خالی میشه و بعد پس دوباره اتصال کوتاهی قطع میشه. خب این پایه هم همچنین با هم تست میکنیم. نگاه بکنید دوستا، در این قسمت اتصال کوتاه داره. من خوبه که در این قسمت ماسفت قرار بدم و تست بکنم. دقیقاً به پایه گیت هیچ اتصال نشده. در ماسفت ها فقط شما باید همین رعایت بکنین. این رعایت بشه که وقتی شما ماسفت تست میکنین خیلی ساده یکی از پایه ها یا پایه گیت، درین و سورس که حتما پایه گیت در این قسمت باید قطع باشه و پایه گیت وقتی یک بار وصل کردیم پایه در این قسمت پایه خود سورس وقتی وصل بکنین اتصال کوتاه میشه و بعد یک بار که انگشت خود وصل بکنین باید این مقدار اتصال باید پس دوباره اتصال بلند بشه. یا میبینین در این قسمت میزان اتصالی خیلی خیلی بلند شده. پس این دوتا فعلا سالمن، هم این و هم این سالمن و ما اینا رو جایگزین او ماسفت های خرابه میکنین که قبلا داشتین. دوستا دقتش باشین وقتی می در این قسمت قرار بردم، اگر متوجه نکته ریز بشین این که پایه هایی که در این قسمت هست اتصال پیدا میکنه به روی کیت و به این خاطر که این به روی کیت اتصال پیدا نکنه باید من یک مقدار بیشتر مثلا یک مقدار دورتر از خود برد به این شکل، مثلا به این شکلی لحیم بکنم تا کلا وصل نشه پایه هایی به هم، تا اتصالی بکنه به خب خود کیت دوباره بیشتر بوست جایی که درست بشه. بعد که ماسفت ها رو لحیم کردین، پس مثل اول در جای وصل میکنه، ولی قبل اینکه یک بار وصل بکنین یک بار تست میکنین که ببینیم درست کار میکنه یا نه. خب این به سری وصل کرد و میبینیم کلا سالمه. در این قسمت شما LED که در قسمت میبینیم به سرعت چشمک زنه، این به خاطر اینه که در اصل در دوربین شکل معلوم میشه و همچنین چشمک نمیزنه، فقط به خاطر قاعده خود سویچینگ در داخل خود بورد هست که در دوربین ها به سرعت به این شکل دیده میشه. خب پس در این قسمت بعدی که سالم بود مطمئنا میتونیم بگیم که خروجی هم سالمه، ورودی هم سالمه. یک پاری بلکتی وصل میکنم دوستان، مثبت در مثبت، منفی هم در منفی. خب نگاه بکن دوستا، در این قسمت ببینیم کلا سالم.
خب نگاه بکنیم. پس خروجی میده و درست شد. مشکلی که داشت حل شد. بیشتر اینورترها اولین موضوعی که باید رعایت بکنیم دوستا، حتما در قدم اول خود ماسفت ها چک بکنیم، چون بیشترا ماسفت های اینورترهای ترانزیشن که خراب میشن. همچنین در سویچینگ هم شما وقتی کار میکنین مستقیما وقتی باز میکنین بعد ای که مثلا ورودی رد کردین، ورودی خود ولتاژ رد کردین، حتما میرسین به ماسفت ها. بعدی که فیوز اینا رو کلا تست کردین برین ماسفت ها رو تست بکنین. حتما وقتی دستگاه اینورتر خراب میشن در قدم اول احتمال خیلی بالایی داره که ماسفت ها اینا خراب بشن. ای چون ترانسیه، ای که بگیم ترانس خراب شده احتمال خیلی کمی پیش میاد که ترانس بسوزه یا ترانس خراب بشه. پس به این خاطر حتما میتونه ایراد از خود برد باشه، یا آی سی خراب میشه یا خب ماسفت ها که آی سی عموما خیلی کم پیش میاد خراب بشه و بیشترین موضوع سر خود ماسفت ها هست که خراب میشه. خب دوستان من بسته میکنم و موضوع دیگه در قسمت نمیمونه به شما ارائه بکنم. موضوعی که خیلی مهمه که فراموش کردم برای شما بگم اینه که حتما قبلی که خود ماسفت ها رو وصل میکنیم عایق وصل بکنین تا ای که اتصال نکنه ماسفت ها و پس دوباره ماسفت ها بسوزه و برد آسیب ببینه. یک پول دیود گفتم باید قرار بدیم سر راه خود ورودی اینورتر. به این خاطر من این پول دیود در این قسمت قرار میدم، ولی خب شما وقتی پول دیود خواستشون وصل بکنید باید جهت خود این دیود در نظر بگیرید دوستا. این یک دیود ساده وقتی خواستشون وصل بکنید این دیودر باید جهتی رو در نظر داشته باشین. خب خیلی خوب، باید همه چیز درست شده باشه و این در این قسمت قرار میدم. بهتر این حتما وارنیش کنین و اگر وارنیش نبود این حتما چسب کنین یا نوار چسب اگه باشه بهتره که مشاهده بکنین. من وصل میکنم فعلا. خب در این قسمت به صورت درست منفی و مثبت وصل میکنم. روشن میشه. دوباره برعکس وصل میکنم. نگاه بکن دوستا، هیچ اتفاقی نمیفته. دلیلی چیه؟ خب میل وصل میکنم یک بار. خب و در این قسمت خروجی خود برده در این قسمت خدمت شما عزیزا میگیرم. خب این قطع میکنم فعلا تا فقط خواسته باشیم. صدایی که شما میشنوید این صدا از خود ترانسه که یعنی همه چیز سالمه. خب دوستان نگاه بکن در این قسمت من ولتاژ 12 ولت در این قسمت. خب به شکل تا خب با امید دقت کنید دوستا، وقتی من قطب منفی در منفی و مثبت روی مثبت بگیرم ولتاژ شما در این قسمت مشاهده میکنید. خوبه که ولتاژ مثبت از این قسمت اگر نشه بگیرم که بودی خود ترانس فکر کنم. خب نگاه بکن 12 ولت داریم و همچنین در این قسمت 12 ولت داریم. اگر من اینا رو برعکس وصل کنم، وصل کردم و هیچی روشن نشد. در این قسمت دقت داشته باشین دوستا، من وصل میکنم با مثبت. در این قسمت ولتاژ دارین ولی در این قسمت دیگه ولتاژ ندارین که این خاصیت خود دیوده که
ولتاژ در این قسمت قطع کرده. خب دوستا هر جا که هستین شاد و موفق باشین. من بسته میکنم، همچنین تست هم کردم دیگه، همه چیز سالم شده و همه چیز عالیه. هر جا که هستین شاد و موفق باشین. در آخر دوست دارم حتما بعد اینکه ویدیو تماشا کردین لایک بکنین و هر وسیله‌ای که شما مد نظر شما به خاطر تعمیرات برای من کامنت بکنین و هر نظریه‌ای که داره نظریه شما برای من ارزشمنده. جهان سپاس، موفق و شاد و کامگار باشین.